بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی موسی و هارون علیهم السلام را به سوی فرعون فرستاد تا اینکه او را دعوت کنند تا اینکه قوم بنی اسرائیل از ظلم فرعون نجات دهند. وقتی موسی علیه السلام نزد فرعون آمد و برای او معجزه را نشان داد، معجزه موسی علیه السلام این بود که وقتی عصایشان را میپرتافتند عصا به مار تبدیل می‌یافت. وقتی فرعون این را دید، آیات میگه که قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. بر همون نخبگانش، زیایه هایی که در اطرافش هستند، یعنی ارکان دولتش، اونها رو جمع کرد و گفت این موسی بسیار ساحر دانا هست، این یک جادوگری دانا هست، میخواهد که با همین جادوی خودش دل مردم رو به خودش جلب کند، عقل مردم رو به خودش جلب کند، سپس به این دولت ما استیلا پیدا کند و ما رو به دولت کند و ما رو از میدان بیرون کند. و شما چی با من اشاره میکنید؟ فرعون ظالم یک خلدور از زیایای خودش مشورت پرسیده شده است. اونا گفتن قالوا ارجه و اخاه، یعنی بگذار حال این مسئله اینا رو بگذار، اعلام کن، گفت وابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بكل سحار علیم. تمام اطراف و اکناف مصر اعلام کردن که جادوگرهای بهترین جمع شود در دربار فرعون برای شما کار است. وقتی که جادوگرها به درگاه فرعون آمدن، اونا فرعون گفتن اگر ما به موسی غالب شویم برای ما چی پاداشی هست؟ این لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یعنی برای ما پاداشی هست؟ فرعون هم میدونست که دیگر این انسانهایی که در اطرافش هستند بدون آنها این دولت خودش اداره کردن نمیتواند، بدون آنها بالای مردم ظلم کردن نمیتواند. برای این جادوگرها گفت انکم لمن المقربین، من شما رو نزدیکترین انسان خودم قرار میدهم. یعنی میدونست که اونا فقط برای طمع دنیا، برای دو تنگه، برای یک خانه ساختن، برای صاحب وظیفه شدن، برای صاحب خانه‌های وده بانک ساختن و همین چیز دیگر طمع داشتن، دیگه اونا هیچ مقصد نداشتن. بنابراین فرعون اونها رو هر چی می‌خواستن میداد تا اینکه حکومت خودش استوار کنه. بعد با همراه موسی علیه السلام یک روز معین کرده شد که باید که اونها با هم یعنی که قوه آزمایی میکردن. در این قوه آزمایی حضرت موسی وقتی اومدن گفتن که جادوگرها دیدن که صدها جادوگر به یک منظری به حشمتی واهمه صف ایستادن جادوگرها. یک چند جادوگری بزرگ مصر آمدگن. موسی علیه السلام گفت ویلکم لا تفتروا علی الله الکذب. یه وای بر شما چه خیلی به خدا دروغ میبندید، چه خیلی پیش روی دین میگیرید، چه خیلی دلتان به شک مردم از خدای حقیقی دور کنید، از خدا ترسید. وقتی که موسی علیه السلام این نصیحت رو کردن، اونها بیناشون کم کم نزاع پیدا شد. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا، و بین خود گفتن که اگر یکی این پیغمبر باشه چیکار میکنیم؟ باید این اطاعت کنیم یا نکنیم؟ بین خودشون دیگر چی شد؟ کشمکش سر شد. بعد موسی علیه السلام گفتن که قالوا القوا ما انتم ملقون، پرتوید، نشان ته هنرتون. گفتن حضرت موسی و اونها آمدن، یعنی که وقتی که جادوی خود رو شروع کردن، یعنی که هر چیزی که در همون ارغمچون و رسمونایی که اونجا گذاشته بودن به حرکت در اومد. و جاءوا بسحر عظیم، میگه الله تعالی، یعنی یک جادوی بزرگ آوردن که در خیال مردم، یعنی که چشم مردم رو بستند و گویا که اون چیزا به حرکت می‌درن. و تا که موسی علیه السلام، خیلی آیات میگه که فاوجس فی نفسه خیفة موسی هم در خودش احساسی خوف کرد، احساسی ترس کرد که الله تعالی گفت لا تخاف انک انت الاعلى، نترس ای موسی، تو زبردستی، دستی تو بالا، از اینجا تو غالب خواهی آمد. بعد از آن موسی علیه السلام عصای خود رو پرتافت. باید میگه که فاذا هی تلقف ما یافکون، هر یکتاش رو میبلعید، یک تا جمله همه اونها رو بلعید، یک لخت. دیگر اینجا یقین کردن جادوگرها که این پیغمبر است، این جادو نیست، این معجزه هست. فالقی السحرة ساجدین قال آمنا برب العالمین رب موسی و هارون، به خدای عالمین رب موسی و هارون. فرعون وقتی که دید جادوگرایی که اصلا آوردن برای اینکه موسی رو شکنند، برعکس به موسی ایمان آوردن، فرعون گفت که آمنتم له قبل ان آذن لكم، من اجازت نداده شما چه خیلی ایمان آوردید دوای؟ برای شما کی اجازت داد که به خدای موسی ایمان بیاره؟ لأصلبنكم فی جذوع النخل، ما همه شما رو چارمخ میکنم، گفت در درخت خرما، بالای درخت خرما. بعد برای اینکه با دیگر و احمقایی که زیر دستاش بودن اونها رو کمتر آرام کنه، گفت که انه لکبیرکم الذی علمکم السحر،
این موسی همون خدای، این موسی همون جادوگری بزرگاتون است که شما را جادویی یاد داد. حالا که این جادوگرها موسی رو ندیده بودند باری هم، از تمام اطراف و اکناف مصر جمع شده آمده بودند اینها. چه خیلی با موسی اونها بین اونها یک واخوری نشده بود، چه خیلی اونها رو این جادو رو یاد میداده باشه. این یک مکابره بود، یک عناد از طرف فرعون بود. خب وقتی که فرعون همه خیلی تهدید شروع کرد، اونها گفتن که قالوا لا ضیر، ضرر نیست، باکی نیست. انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی خدای خود بازگشته ایستادیم، بازگردنده به سوی خدای خود هستیم. انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. بس بیون که ما اولین شخصای قبطیه که به موسی ایمان آورده ایستادیم، امید داریم که الله تعالی گناه ما رو میبخشه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفتند اصبحوا سحرا و امسوا شهدا. سحر آنها آمدن جادوگر و ساحر بودند و بیگاه شهید شدند در راه الله تعالی. خلاصه از این چی گفتن هستیم دوستان عزیز؟ خلاصه این است که آخری کار حساب است. ما در ماه مبارک قرار داریم و روزهای آخری آن ماه است و اونهایی که نتوانستند که در اولهای رمضان خوب عبادت کنند، شب رو زنده دارند، قرآن بسیار خوانند، ذکر بسیار کنند، برای آنها فرصت است. یعنی آخری کار چه خیلی گفتیم حساب است، باید که در این 3 روز 4 روز آخری که مونده است حرکت کنیم که اون روزهایی که ما به تنبلی گذراندیم آن رو جبران کنیم. ببینید مثلا در جادوگرای فرعون، یا عمرشون به جادو، به فریب، به نیرنگ، به مردم فریبی گذشت، لیکن یک وقتی معجزه رو دیده ایمان آوردن، اونها رو الله تعالی بخشید و اونها از جمله شهدا در نزد الله تعالی شدند. بنابراین باید کوشش کنیم که این شب‌های مونده رو به عبادت، به ذکر، به دعا بسیارتر مشغول باشیم. الله تعالی همه ما رو موفق کند. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.